دیپورتیوس موضوع امروز 26 ماه مبارک رمضان است. طاعت عبادتتان قبول درگاه حق بگرده. من در یونان شهر سالونیک زندگی میکنم. بیشترین کسایی که من میبینم از آلمان از فرانسه دیپورت میشن، به خصوص فرانسه بیشتر ساخته از رادیو دیپورتی را. زمانی که اینمی جوانا از اینمی آلمان دیپورت میشه که تو جوان هستی، دست جور است، پای جور است، چشم جور است، کور نیستی، کدام مشکل حساب نداری، هیچ مشکل نداری، تو باید برگردی به یونان. درست، یکی نیست، دو تا نیست، 10 تا نیست، 20 تا نیست، 100 نفر دیپورت میکنه که برای شما برگردی به یونان اونجا بری کار کنی. او جوانی که جمعه انگلیسی رو یاد نداره، کار برش پیدا نمیشه، همچی یک جای دقیق نیست که یک افغان یک دفتر داشته باشه کنه موجه مراجعه کنه که سر کار روان کنه، یا است که در این رستوران پیش من میاد، یا است که در یک رستوران دیگه میره، یا است که در یک جای یک دکان افغانی کو همون نفر آیا کتش صحیح گپ ده یا نزنه، آیا اصحاب همون ذات آرام باشه یا نارام باشه. بعض وقتا خودم اگر ناراحتتون ساختیم بابتش معذرت میخوام. اینمی جوانایی که امروز آلمان از اونجا دیپورتش میکنه به یونان، زمینه کار نیست، شغل نیست، اشتغال زایی نیست در این میجا، این میاره که از دکار جست نمیکنه، این مجبور است دست به قاچاقبری ده، دست به مواد فروشی ده، دست به رابلدی ده، از بیکاری است. یک نفر از پدر دور، از مادر دور، از خور دور، از وطن دور، چی لازم است که برای کار خلاف کنه؟ اگر یک شرکت باشه ما یک 3000 پول ماج داشته باشه، 2500 ماج داشته باشه، همگی زندگی نرمال خوش داره، همگی زندگی آرام خوش داره. هیچ کس نمیخواد که شو در خانه خود یک مسافر قاچاقی رو ببره، هیچ کس نمیخواد که مثلا رابلدی کنه، هیچ کس نمیخواد که کار خلاف کنه. و چون میگه تو همین پول دو پیدا کردن دیگه همه در یک شهری که زندگی میکنی کار نیست، مشکلات است، کسی هم نیست که صدای تو بشنوه، سفارت به رسمیت نداریم، حکومت به رسمیت نداریم. یعنی جوانای افغانستان است میبینیشون با ول و جگرت خون میشه، نصفش در زندان، نصفش فامیل در یک جای، نصفش در جنگل، نصفش در میمورن، تلف میشن. این درد آور است خودش. یک کس باشه که صدای یار بشنوه، هیچ کس نیست. با کی بگویی؟ چیزی که در توان ما باشه پیش من روزانه 30-40 نفر میاد، یا زنگ میزنه یا مسیج میکنه، فیسبوک مسیج میکنه، تیک تاک مسیج میکنه، شاید 5 تاش در کارهای کرده بتونم. ما کدام کاری که نیست. درد آور است. خوب و خوش آرام باشه. یوتیوب کانال من رو سابسکرایب کنید.